فیلم ترکی را که تماشا میکنیم علاقه گرفتن بیگناه پرستی را به سر میکنیم. برای چی؟ ما برای چی؟ لباس فرهنگ ملی خودمون نداریم. ولی ما خدمتچی دولتی که روز شنبه میشود یک بار کمیته بیایم همه ملی پوشیده میگوید. نه بخشید هم طرف از شهر دوشنبه اینا دخترکوی ما مانیتوری گذروندن. هم طرف بیرون بروه دخترک از دستور موندگه بچه ریش موندگه دخترک پوشیده معلوم ندارد. چطوری خیلی پوشیدی بچه؟ ما خیلی کذب داری گذروندن. وقتی که دخترک رفته بود یکی توقیچه داشت و لنتشکاش افتادی بود دختر جون لابه جون گفتم من در مراجعه من مادر میبینم از خنده فرزند تو خسر نشدم. وقتی که دختری که حجاب بسر داشت دختر جون چی نگوین این همه نگاه کنید ترس و غم خرافات پرستی در دل همون کودکا که بیچاره جو کردن در دوران استقلالیت. هوای ما گرم است دخترها، هوای ما گرم است با اون لباسی که با بر دارد در حقیقت موافقت نمیکند. در شرایط خیلی اقلیم گرم ما وقتی که بعضی بانوها سطر ببر میکنند حتی در بسیار موردها معذرت میپرسم در نقلیات دربارشون ششتن امکان ندارد. بعد واقعا خطر دارد. هر کس با تشویش و شبهه به آنها نگاه میکند. خدا نکند در تگ سطرشون شودرشون یگان چیز پنهان شده باشد. چون که حدیث های زیادی ما در من این بانوی زیبایی که در نزد ما هست ما حراس میکنیم از اینا. در عین حال با نظر داشت پیشرفت جامعه امروزه لباس ها تکمیل داده میشه. نه که ما بازگردیم با عصر سنگ و عصر چیزی که بانوهای ما خانمهای ما پیشگذشتگان ما در بسیار موردها خیلی نیازمند بودن و لباسهای زیبای مانند امروزه نداشتند. هم زیبا باشد هم برای سلامتیشون مفید باشد. برای مردها برای مردها که لباس اروپایی چیزی که تمام دنیا قبول کرده است. فرض کنیم عرب‌ها ما مانند عرب‌ها من وقتی پوشیدیم چقدر نگاه میکنم به ما. پوشیدن لباس دینی که تو قانون جوری ما معلوم شدنی نیست. اما چیزی که ترتیبات جمعیتی است و چیزی که مثلا طلبات نظامی هر یک تشکیلات مؤسسه خاص هست این رو خود همون مؤسسه و خود همون تشکیلات معلوم. ملت ترکیه زیاده از رو 400 سال است که حرکت دینی اسلام میکنند و در این مدت طولانی 100 ساله ها این ملت با همون لباس ملی خود لباسایی که شدت یا فقه مذهب حنفی اینو همه در یک جایگی معین کردگی هستند این رو تا به حال رعایت میکردن و همچنان که در این 100 سال گذشته رعایت کرده بودند با همون نمود یعنی با لباسی رسمی با لباسی ملی یعنی با لباسهای ملی نیروهای شرعی رو رعایت کرده می‌روند. این یگان مشکلی ندارد چرا که در ما از قدیم عادت نشده است که مردم سیاه بپوشند. یعنی سیاه پوشیدن در نظر مردم یک چیز قبیح هست. خب که مردمی که قبیح هست بگذار نپوشند دیگر رو. سطر به خاطر خودم انتخاب کردم برای آخرتم آبا چیدم برای مقصد وقتی که سطر بنده میکنه ایری سطرش هر کس مقصد و بچه‌شون به نگاه هم نمیکنه سلام شب پر علیک میگیرن بعد که وقتی که اگر مقصد قانون برای که سطر واقعا من میکنیم در این کار به حد ما غمگین میشم زیق میشم با خاطر که ای کودکی اختیار دهیم بس که من باید سطر کنم برای مقصد آباد کردن هم این دنیا و هم آخرتم. در پیش حقوق و قانون و قاعده همه بنده برابره. وقتی که مقصد یک کس لوچ میگرده در او کاردار نمیشون و یکی از محکمه در او کاردار میشون. ایش هم آری آداب نیست. التماس حقوق ما را باید پایمال نکنه. من با اختیار خودم پوشیدم مرا هیچ کس مجبور کردگی نه. من که پوشیدم برای من هیچ کس کاردار نشم من هم با هیچ کس کاردار نمیشن که باید پوشیدگی یا اینکه نپوشیدگی من کنم گویا گو خیلی دیگه یک رومال کلان میبندن لیکن من نمیکنم. این میمونه تا آخر برای که این از اول از قدیم الایام در قرآن آمدگی. من با یگان
ягон кас кор надорам ки он чӣ мепӯшад намепӯшад ба чашми бад нигоҳ намекунам. Ман ин гуфтаи худовандай парвардигорай пайғамбар ман амино мепӯшам. Агар ин чизро манъ кунад хонашин мешинем, кӯча намебурем да кор намекунем. мо ами сатро мекунем мақсад мебурем ай хона ки аз рӯзгормона биёмем як зиндагимона пеш барем. мо ба ҳамин чиз мекунем мебурем. агар ин чизро манъ кунад мумкин ки мо ай хона набуроем. ба хиёли ман сатро манъ кардан дар кор неё. ҳар кас интихоби худаш карданаш дар кор ин коро тоғри Қуръон ба омадагӣ вай ба омадагӣ ким ки ҳамуна дилаш кати фаҳмида ақлаш кати агар фаҳмида ҳамун кора кунад агар ин ба хиёли ман манъ кардан дар кор неё.